حیف آن عمر که در غفلت اسیان گذرد، حیف آن روز که به لذت ایمان گذرد، حیف آن عمر که در غفلت و اسیان گذرد، حیف آن روز که به لذت ایمان گذرد. هر کی هم جان و هم مال به دنیا بفروخت، آخر از عالم سه روز پشیمان گذرد. هر کی هم جان و هم مال به دنیا بفروخت، آخر از عالم سه روز پشیمان گذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، بزرگان می‌فرمایند یاد حق کن تا که حق یادت کند، بندگی کن تا که حق آزادت کند، صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کنند. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنوید. اینک الحمدلله ما شما حضور داریم در یک انشاءالله خداوند مسجدی، یعنی هوشیار زمین که به نام تاج محل، الحمدلله که روز از روز شما شاهد هستید مسجد ما یعنی رنگ دیگر میگیرد، روز از روز الحمدلله قد بالا میکند. بسیار به خداوند شکرگزار هستیم الحمدلله. و آنانی که خدا خواهد دستگیری میکنند، دستیاری دراز میکنند، الله سبحانه و تعالی راضی شدگی باشد. خداوند در سوره بقره آیت 274 بیان میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار. خدا میگه شخصانی که یعنی خیر احسان میکنن مالهاشون، چی شبانه چی روزانه، سرا و علانیتا، یا که آشکاره یا که خفیه، فلهم اجرهم عند ربهم، یعنی البته اجر و مکافات پاداش این یعنی خیر احسان کنندگان البته نزدیک پروردگار است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. انشاءالله این گروه آدمایی که خیر احسان میکنن هیچگاه خفه نمیشوند، هیچگاه انشاءالله خدا خواهد محزون نمیگردند در روز قیامت هم چی در این دنیا هم. الله سبحانه و تعالی با طفل این خیر احساناشو الله سبحانه و تعالی این دنیا هم و آخرتشون انشاءالله خدا خواهد مکافات میتین. عزیزان من شما شاهد هستین انشاءالله ما هر روز حرکت داریم با واسطه مهمانان، با واسطه خدا خواهد مردم هوشیار زمین، با واسطه دستگیری یاردم شما و دعای تمام مسلمانان روی دنیا که انشاءالله خدا خواهد دستگیری میکنند. البته مسجد ما هر روز انشاءالله قدر راست میکند، هر روز از روز انشاءالله رنگ دیگر میگیرد برادر اهل اسلام. البته انشاءالله این دستگیری شما یعنی پیشرفت ما هست. ما پیش اعلان کردیم کارتمون یک بار محکم کردن از بخدا خواهد دیگر یعنی کارتا تینکاف گفتگی یعنی کارتک تی خدا خواهد انشاءالله یعنی ما با کارتک شدیم. همون نامروی خدا خواهد یعنی بالون خوشدود میرزا با سویچه انوربویف، همون نامروی یعنی 2200 709 خب 38 76 81 و 80. فقط تینکاف گفتگی بشید خلاص، یعنی نومی کارتا دیگه همون یعنی همون نمره همون وای خدا خواهد اگر بانک هم همون نمره انشاءالله خلق بانک هم همون نمره میتونه انشاءالله به همین نمره انشاءالله خدا خواهد پولای خدا روی کنی برای آبادی مسجد. البته انشاءالله ما این کارتا را با نظارت کنم استیم خدا خواهد انشاءالله یعنی افتیدن یعنی پولای شما خدا البته در یک سومه که میته خدا 700 سوم انشاءالله. شاعر گفته است که کسی که یک در حیات اگر یک خرمای تر اگر صدقه کند بعد این مردنش یک اگر خیرواری زر میگه، یعنی که یک چند تون اگر تیلا را یعنی بعدی وفات کردنش متیانم از یک برابر یک خیرمای تر نمی ارزد. سبب کی؟ چون که ما حیات هستیم، در حیاتی ما انشاءالله دفترهای ما شما نامه اعمال مکشادگی است، همون دفتر نامه اعمال چیزی که خودمون میکنیم انشاءالله برای خودمون
یعنی ثابت میشه. بدی سری ما فرزندان میکنن ثوابش برای ما شما میرسد خلاص، لیکن البته اجرش فرزندا خداش میگیرن، چون که در مسئله میگن که یعنی یک فرض است که تمام فرضا را باطل میکنه، این یعنی مرگ است، چون که مرگ باطل کننده همه عمل های ما و شما هم. وقتی که جان که برباد همه عمل هامو دیلمو پوشیده میشه. برای همین در حیاتی خدامو بعد از سوم خدا خواهد خیری احسان کرده که اجرش البته در نامه اعمال ما شما خدا خواهد نیسته می شود و روز قیامت انشاءالله دستگیری آخرت می شود. البته این روزهای خدا خواهد امسال 2024 حرکت میکنیم انشاءالله تا آخری سال، یعنی این مسجد پورا بالاش محکم شود و در ناش انشاءالله ریمون کرده شود و انشاءالله خدا خواهد در ماه مبارک شریف رمضان اولین شده انشاءالله بلبلان خدا خواهد محمدی صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان انشاءالله خوانش میکنم تا که انشاءالله امید داریم الله انشاءالله خودش ناامید نکند و مقصدایی که نیک می انشاءالله رسوند و الله سبحانه و تعالی در این دنیا و در آخرت هم الحمدلله پاداش یعنی برای ما شما عطا کند و انشاءالله در بهترین انشاءالله زندگی ها، یعنی زندگی کنین در این دنیا و در آخرت هم در بهترین انشاءالله قدرهای پاشانشین الله سبحانه و تعالی هر یکی ما شما را اله نصیبه بدارد. اله انشاءالله خداوند آنانی که دستگیری میکنند خداوند در عمرش و در رزقش و در کسب و کارش و در خاندانش انشاءالله یعنی فیض و برکات عطا نماید. چی مقصد و چی آرزوها دارند خواه دینی است و خواه دنیای الله به فضل و کرمش اله برآورده خیر بگرداند. همیشه انشاءالله تینجی آسایش تای خاطر جمعی و در روزای خوب به این برادره که دستگیری میکنند یعنی خدا خواهد دیداری از دیگر دیدن الله سبحانه و تعالی اله مناسب بگرداند. اله در کجای باشین شاد باشین سلامت باشین. البته همه مسافرها خداوند در حفظ و پناهش نگهبان باشه که مسافرت بسیار دشواری ها دارد، دشواری هاش الله سبحانه و تعالی اینه با آسانی مبدل بگردوند و از دست این ظالمان شکنجه های ظالمان انشاءالله این مسلمان ها را الله سبحانه و تعالی اله خلاص بگرداند. در کجای باشین در امان خدا باشید، همیشه شادی خرسندی انشاءالله فیض و برکات انشاءالله به همه کل مسلمانان انشاءالله تمنا داریم. تا صحبت دیگر خدا حافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگیر شو خدا خواهد انشاءالله.